کمیته اولتوی فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات اگنتی هواشناسی هشدار داد که روزهای نزدیک بخصوص در ساعتهای شبانگاهی و صبحگاهی در بعض منطقه های کوهستان و دامنکوهای نویه تابع مرکز و قسمت غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان بارانهای شدید و رعد و برق پیش بینی کرده می شود. غیر از این در بعض نویه های ولایت ختلان و نویه های تابع جمهوری بر اثر بادهای شدید احتمال گرد و چنگ وجود دارد. در رابطه با این کمیته اولتای فوق‌العاده به رانندگان و دوستداران کوهگردی خاطر رسان میکند که هنگام حرکت در راه و پیراهه‌های کوهی قاعده های بیخطری را رعایت نمایند. از جمله رعایت فاصله در حرکت ماشین‌ها خیلی مهم است. در این گونه آب و هوا، ریزش سنگ و آمدن سیل‌ها در منطقه‌های مختلف امکان دارد. هشدار داده است کمیته اولتای فوق‌العاده. با مقصد پیشگیری از تغییر افزای گرفتاران بیماری‌های دل و رگ، قند و غیره، کمیته اولتای فوق‌العاده خواسته است تا چنین بیماران در این چند روز آینده بیشتر متوجه وضع سلامتی خود باشند. همیشه با خود داروهای ضروری را داشته و توصیه‌های دکتران را در این گونه حالت‌ها جداً رعایت نمایند. توصیه داده است کمیته اولتای فوق‌العاده به چنین بیماران.